السلام علیکم بیننده‌های ارجمند. برنامه نوبتی اطلاعاتی و تحلیلی نبض زندگی منظور شماست و من الهام جان هاشموف طول نیم ساعت با اهل همکارانم از ستانسی‌های تلویزیونی مستقل تاجیکستان دویر موضوع نوبتی برنامه صحبت میکنیم. اینک امروز ما میخوایم در مورد مهاجران و مهاجرت مهنتی که ها به کجا روانند صحبتی داشته باشیم. اینک امروز در برنامه تماشا کنیم. مهاجران و مهاجرت مهنتی کیها به کجا روانند؟ روند مهاجرت در شرایط امروزه چه مشکلی و چه خیل پیشروی ها دارد؟ متخصصان رفته ایستادند، چی باید کرد؟ سبب‌های اساسی کوچش و مهاجرت مهنتی متخصصان کدام هایند؟ این موضوع را سر متخصص شعبه مهاجرت مهنتی ریاست خدمات مهاجرت در ولایت سوخت مرادف دلاور ظهورویچ شرح می‌دهد. مهاجرت روند جهانی است و از آن نباید ما یک مشکلی جدی تر شده باشیم، اما در شرایط کنونی در مکتب‌ها متخصصان نمی‌رسند، مخصوصاً معلمان جنسی مرد کم است. روانشناسان بر این نظرند که کمبودی چنین حالت بر روند تربیتی و روحی طالب علمان نیز بی‌تاثیر نیست و مضمون عموم آموزگار نمی‌رسد. حالت دیگر این مهاجرت عائلوی میباشد. از روی برنامه کوچش یا خود پرسیلینی مردم امروز به عائله‌ها به فدراسیون روسیه کوچ بسته شدند. روند دیگر طبیبان که در آنجا تحصیل علم دیدند و در همانجا کار خودشان را نیز پیدا کردند. حالت دیگر این محله‌های هست که حولی‌هایش خالی و یک نفر در محله مسئول نگهبانی حولی‌های خالی مانده است. اما موضوع اساسی محوری برنامه این کوچش آدمان مخصوصاً متخصصان است. این روند را همین گونه گذاریم. اگر نه چی تدبیر باید اندیشیم؟ همکاری ما افضل با صالحیف از تلویزیون آزیا این موضوع را پیگیری کرده است. همراه تماشا میکنیم. تعداد شهروندان ولایت که به مهاجرت مهنتی به فدراسیون روسیه میروند یک سال اخیر بیشتر شده است. این حالت به گفته کارشناسان البته بر رشد اقتصادی و اجتماعی جمهوری بی تاثیر نخواهد ماند. بنا به معلومات رسمی دوام 5 ماه سال روان تنها توسط فرودگاه بین المللی خوجند زیاده از 80,000 ساکنان ولایت به مهاجرت مهنتی رفتند. شماری رفت مهاجران از حساب ساکنان شهر و ناحیه‌هایی که عموما اهالیشون زیادتر است، اینکه اهالی بسیار شود، یعنی اهالی قابل مهنت هم زیادتر می شود. از شهر و ناحیه‌های اسفره، کانیبادان، باباجان و فروف، اشت، پنجکنت خیلی زیادتر است. در قطار آن شهروندانی که به مهاجرت مهنتی می روند متخصصان ساحه از جمله آموزگاران و طبیبان هم کم نیستند. تنها دوام سال 2021 از حساب طبیبان و آموزگاران زیاده از 1100 نفر به مهاجرت مهنتی رفتند. این وضعیت باعث به میان آمدن نارسایی کادرها اساساً در منطقه های دوردست گشته است. در ولایت در 3 ماه اول سال سپری گشته، یعنی از آغاز سال 87 نفر طبیبان به کار قبول شدند و همزمان باید قید نمایم که زیاده 61 نفری آنها جوانان می باشند. نوبسته از این نارسایی کادری در ولایت وجود دارد. ما بسیارتر به طبیبان عائلوی، انستزیولوگ، ریانیماتولوگ و سیلشناسان، سرایت شناسان نیاز داریم و نسبت این کاربری ادامه دارد. بنا به اطلاع نشریه SSSR تنها دوام 2 سال اخیر از ولایت سوخت بیش از 2300 نفر آموزگاران ترک پیشه نموده به خاطر پیشبرد زندگی به روسیه سفر کردند. دوام 5 ماه سال روان باشد 765 نفر آموزگاران ترک وظیفه نمودند و از این شماره 50% آنها به مهاجرت مهنتی رفتند. ترک وظیفه نمودن آموزگاران را ما از ماه ینور این طرف تا حالی ما علاقه باز معلومات گرفتیم. همینجا با 765 نفر آموزگاران رفتند. اون سبب هایشان 364 نفرشان به مهاجرت مهنتی رفتند. منزلی زیست ندارند این 15 نفر. بیماری کردی 233 نفر. فافت 49 نفر. به نفقه برآمدن 104 نفر. همگی من 765 نفر. این رقم های جان 364 نفرشان به مهاجرت مهنتی رفتن. در عموم 765 نفر آموزگارا ترک وظیفه کردن از ماه ینور تا امروزه که این روند علاقه با یک اعتدال آمد. لیکن به جای آنها نیز ما علاقه آموزگاران دیگر به کار قبول کردیم.
раванди дигаре ки имрӯз дар бархи аз шаҳру навоҳии вилоят мушоҳида мегардад ин кӯчбандии оилавӣ ва гирифтани шаҳрвандии федератсияи русия мебошад. тавре ки сомонаи азплюс дар такя ба маълумоти вазорати корҳои дохилии русия хабар медиҳад, давоми 3 моҳаи аввали соли равон зиёда аз 33 000 тоҷикистониён шаҳрвандии русияро гирифтанд. дар шаҳру ноҳияҳои кунибодом, исфара ва ашт ҳам бештар дарҳои бастаро дидан мумкин аст ки сокинон оилавӣ ба муҳоҷират рафтанд. набудани ҷои корӣ бо маоши сазовор ва фароҳам сохтани шароити хуби зиндагӣ яке аз сабабҳои оилавӣ ба муҳоҷират рафтани аҳолӣ арзёбӣ карда мешавад. асосан ҷавонҳое ки дар деҳа зиндагӣ мекунанд дар муҳоҷират ҳастанд. инчунин аз оилаи ман ҳам 2 фарзандам 2 писарам бо оилааш дар муҳоҷират аст. дар оила мо ҳамроҳи оила мондагӣ ҳастем ва дигар фарзанда ҳамашон дар муҳоҷират ҳастанд. Якта ман монда бурафта 6 та ҳавла 15 соиқи истод ҳеҷ ки нест. Дутта писарам оилаи бирафтаги. Якта бачаҳои пахта бирафтаги. Дисёр хона қур. Калон солом мондаги. Ёшака ҳамаш бирафтаги. Здесь что есть? Работы нету, деньги нету. Сегодня 10 000 отправляет и закончит. Все, продукты дорого. Здесь мужчины нету почти. ба андешаи коршиносону ҷомеашиносон ин раванд ба рушди соҳати мухталифи хоҷигии халқ таъсири манфии худро мегузорад, зеро ки муҳоҷирати меҳнатӣ дар баробари ҷиҳатҳои мусбит доштан таъсири манфӣ ҳам дорад, чунки асосан қувваи қобили меҳнат ва ба қавле ақлҳо ба Русия рафта истодаанд. дар нишасти матбуотии раиси вилояти суғ Раҷаббой Аҳмадзода ҳам моҳи феврали соли равон ин масъала аз ҷониби рӯзноманигорон ба миён гузошта шуд. дар посух ба ин савол Раҷаббой Аҳмадзода гуфт ки мо мутахассисони ҷавон махсусан кормандони соҳаи тиб ва маорифро дастгирӣ намуда бо манзил таъмин мекунем ва дар ин бора аллакай ба раисони шаҳру ноҳияҳо дастур ҳам додаам. аллакай мана моҳи март мо иқдом гирифтем, ман дастур додам раисони шаҳру ноҳияҳо кадрҳои ҷавон ки соҳаи маориф тандурустӣ ҳастанд мо бо хонаҳои хизматӣ таъмин мекунем шаҳру ноҳияҳо. тавре ки гуфта мешавад муҳоҷирати меҳнатӣ падидаи ҷаҳонӣ буда имрӯз дар тамоми дунё ба назар мерасад ки тоҷикистон низ аз ин ҳолат истисно нест. аммо ба назари коршиносон дар ин хусус бояд аз ҷониби давлату ҳукумат чораҳои мушаххас роҳандозӣ гашта раванди муҳоҷират ба низоми муайян дароварда шавад, вагарна ин равиш баҳри пешрафти давлат таъсири манфӣ хоҳад расонд. дар гузориши мазкур порчаҳо аз филми мустанади муҳоҷират симои дигар истифода шудааст. гузориши Афзал Босулиев, Равшан Тоҳиров, Азия. чун дар боло ишора рафт, аз муҳоҷират набояд ҳаросид, аммо пеши роҳи кӯчиши мутахассисонро бояд гирифт. дар ватан бояд тадбир андешем ки мутахассисон ҷои кор ёфта кор кунанд. боре дар як мусоҳиба иқтисодшинос як бисёр нуктаи муҳимеро баён дошта буд. гуфт ки агар муҳоҷирони меҳнатии мо дар кишварҳои бегона меҳнат кунанд, онҷо нақши дастонашон мемонад, аз онҷо маблағ кор мекунанд ва ҳамчунин ҳамчун мутахассис шуда ба ватан бармегарданд. мо дида истодем ки 10 соли охир дар масъалаи сохтмон ва бунёди манзилҳои зебо ва замонави мутахассисони арзандаеро пайдо кардаем. коршиноси масоили иқтисодӣ Неъматулло Мирсаидов дар мавриди бурду бохти мавзӯи муҳоҷирати меҳнатӣ андешаҳои худро ба мо баён дошт. инак ҳамроҳ тамошо мекунем. акнун масъалаи ҳамон кӯчбандиро ба Русия пурра ба ихтисос вобаста кардан лозим нест. гумон дорам ки ин вобастагӣ дорад пеш аз ҳама ба сатҳи маоши арзанда ва ҷойҳои муносиби корӣ бештар ва боз ба оянда, яъне нафароне ки ба синни нафақа наздик мешаванд, онҳо ояндаи худашонро фикр мекунанд ки чӣ хел бояд давраи пирии худашонро аз сар гузаронанд, чунки нафақаи Тоҷикистон ниҳоят дараҷа кам аст ва вай албатта зиндагӣ кардан хеле душвор аст. ва оилаҳое ки ҳатто 4-5 фарзанд доранд ва мутахассисони хуб ҳастанд, вайҳо ҳам имрӯз зиндагишон хеле душвор аст. мо медонем ки агар табиборо ба назар гирем, агар маоши миёнаи муассисаҳои тандурустӣ
تخمین 850-900 سامانی رو تشکیل میدهد. اکنون خودتان تصور کنید که چه خیل اویله که 4-5 فرزند دارد و اگر والدین هر دو حتی معاش گیرند هم با 1,500-2,000 سامانی زندگی کند. معلمان هم همین خیل هستند. معلم هم امروز سطح معاشش چندان زیاد نیست. اکنون اینجا حتی مهندسانی که در ساحه صنعت کار کردن میخواهند و خب معاش ناچیز میگیرند. کارخانه های خردی که امروز بیشتر ساخته میشوند، این کارخانه های خرد جای زیادی کاری تولید کردن نمیتوانند. تصور کنید که در هر یک کارخانه 10-12-15 کس کار میکند. 1,500 جای کاری اگر از صد کارخانه پیدا گردد، اگر چه خیل در مقیاس یک ناحیه سیر اهالی و فکرم بیش از 1,500 نفرانی که طلبگار جای کاری هستند هر سال پیدا می شوند. برای همه اونها رو با کار تامین کردن امکان ناپذیر است. ما امروز کوشش میکنیم که در ساحه کشاورزی بیشتر کار بریم. صنعتی کنونی ما هم به ساحه کار کرد، به ساحه کشاورزی از جمله وابسته شده ایستاده است. جاهای کاری اساساً در همین کارخانه های میده خرد میانه پیدا می شوند، ولی اونها همشون احتیاج کشور رو تامین کرده نمیتونند. در شرایط تاجیکستان مهاجرت مهنتی رو پوره پیشش رو گرفتن امکان ناپذیر است. در این خصوص ما حتی نباید سخت اندیشه رانیم، ولی پیش راهی مهاجرت متخصصان خوب رو داشتن به فکرم امکان پذیر است. کدام راه رو پیشنهاد کردید؟ من گمان دارم که اگر سخن درباره متخصصان در ساحه طب مثلا گیریم رود، ما میدونیم که پرزیدنت خودشون حتی اعتراف کرده بودن که تاجیکستان امروز بیش از 4,500 نفر متخصصان ساحه میانه طب احتیاج دارد و اگر ما همین شرایط رو بهتر کردنی باشیم، پیش از همه امکان باید یابیم که سطح معاش همون کارمندان ساحه تندرستی بلند برداشته شوند. غیر از این اون کوتا های پرزیدنتی وزارت معارف که جدا کرده میشن برای تحصیل در مکتب های بیرونی، یعنی کشورهای دیگر، نزد اونها یگان به هر حال عهده‌داری گذاشتن در کار است. اگر به اونها کوتا داده شود، اونها باید برگردند خدمت وطن را اجرا کنند. آخر وطن به اونها مبلغ صرف میکند، میآموزاند، دوام 11 سال اونها تعلیم در مکتب میانه میگیرند، باز مکتب عالی برای اونها کوتا پیشنهاد میکند. چون این شرایط ما اگر فراهم آوریم، اونها هم عهده‌داری گرفتنشان در کار است. خیلی اکنون البته انسان چی است؟ حقوق دارد و آزاد است و مجبور کردن نمی شود. برای اون که همین چیز اختلاف با هم نکند، ما باید خودمون از سطح اول کاربری کنیم. یعنی نفرانی که آینده لیاقتمند هستند و برای کشور لازم هستند، با اونها مبلغ به فکرم جدا کردن در کار است. اگر تواند کارخانه، اگر تواند ساحه سرمایه گذاری کند که همونها تعلیم گیرند، یعنی در اساس مبلغ هایی که به اونها صرف می شود، اونها البته اون وقت عهده‌دار میشن که برگردند. یعنی رخصت به اونها رخصت داده شود، اونها برمیگردند. این یک راه دومش نفرهایی که در نفقه هستند، اونها جلب کردن در کار است و اینها قواهای بسیار خوبی عقلانی دارند و اینها کنار برآوردن ممکن نیست. اگر امروز احتیاج وجود داشته باشد، برای چی ما اونها سفربر نکنیم؟ یعنی هوسمندی برای اونها پیشنهاد کردن در کار است که اونها مهنت کنند. بیننده های ارجمند، شما برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده ایستادید و ما در موضوع مهاجرت و مهاجران صحبت داریم. در ساحه تندرستی ولایت ختلان امروز 1245 نفر طبیب نمیرسد. از این شمار 322 نفر طبیب اویلوی، 142 طبیب امراض درونی
133 نفر طبیب اپیدمیولوگ و باقی مانده 648 نفر طبیبان دیگر بیماری ها می باشند. اکثر جوانان ختم کنندگان دانشگاه های طبی انتخاب می کنند که با این دیپلم در فدراسیون روسیه جای کار و نان یافته باشند. نوار نوبتی برنامه از جانب همکاران ما از تلویزیون قرغانتپی شهر باختر تهیه شده است. همکارمان امانجان محکموف در این باره نقل می کند. در خط علاقه امانجان قرار دارد. السلام علیکم امانجان، مرحمت سخن شما. السلام علیکم الهامکو. طبق اطلاع رسانه‌ها سال گذشته از جمهوری تاجیکستان حدود 104,000 نفر شهروندی فدراسیون روسیه را به دست آوردند که در میان اینها طبیبان کم نیستند. در گزارش نوبتی تحلیلی ما محض درباره مهاجرت طبیبان به فدراسیون روسیه قصه خواهیم کرد. همچنین در ادامه این گزارش از نارسایی طبیبان در مؤسسه‌های طبی ولایت ختلان خواهیم گفت. این مرکز تشخیصی و طبابتی خصوصی را طبیب جوان تاجیکستانی محمدجان علمرودوف چند پیش در شهر مسکو فدراسیون روسیه افتتاح نمود. او تا این دم 3 سال در مؤسسه‌های مختلف طبی این کشور فعالیت نموده بعد از به دست آوردن شهروندی روسیه به چنین موفقیت رسید. با پروگرام پرسیدنی با شهر تامبوف با دولت روسیه آمده در اینجا شهروندی روسیه را گرفتیم و کار کردیم. 1 سال 2 سال شهر تامبوف کار کرده و شهر مسکو آمده. در شهر مسکو 2 سال کار کرده و کلینیک شخصی خودم را کشاندم. محمدجان یگانه طبیبی نیست که در این مرکز سلامتی فعالیت کسبیش را پیش میبرد. همراه با وی یک چند نفر دکتران از شهر و ناحیه‌های گوناگون تاجیکستان کار میکنند. از دکتر اویلابی جبا تراپیست است، گینکولوگ است، استوماتولوگ است، خیروگ، تروماتولوگ، نوروپاتولوگ است. دکترها همشون از شهر دوشنبه، از شهر قرغانتپه، از لیل‌آباد همینجا کار میکنند. علمرودوف دکتری اویلوی بوده ختم کرده دانشگاه طبی تاجیکستان می باشد. او نخست فعالیت خود را در بیمارخانه ناحیه رودکی آغاز نموده، پس آن با 3 نفر همکسبانش به مهاجرت رفته است. در شهر مسکو مثلا 100,000 معاش میگیرید. در ناحیه رودکی 500 سوم 700 سوم. با شرایط دیگر خیلی همه شرایط هست. ما دانشگاه را همکورسام 15 کس بودم. از 15 کس مثلا 5 نفر در تاجیکستان کار کرده ایستاده است. 10 نفر دیگر مثلا شهر مسکو، تامبوف، اوبلاست دیگر دولت‌ها رفتگی‌اند. با سبب کمی معاش در درمانگاه‌ها، وضع اجتماعی و عامل‌های دیگر از ولایت ختلان هم 10 نفر طبیبان با تجربه به فدراسیون روسیه کوچ بستند. طبق حسابات آماری ما در ولایت 126 نفر رفتگی بودند. البته در اونجا مشکلات زیاد هستند. اون یک قسمتی که اونا میروند از رفتن خود پشیمان میشوند. بسیارتر فکر میکنن برای شهروندی روسیه رو گرفتن است. برای که مبلغ طبیبان در اینجا هم آنقدر بد نیست. زندگی کردن البته ممکن است. هیچ وقت مهاجرت از همه جهت خوب نیست. مهاجرت هم عامل‌های منفی خود رو دارد. از وطن پراکنده میشویم. خب اذیت روانی فکر میکنی، از فرزند دوری، از پدر و مادر دوری. اگر 2000 معاشی که ما در اینجا میگیریم در اونجا اگر ما 7000 گیریم مثال با پول خودمون اگر در چوز گیری هر دوش یک خیر گویم. یعنی که از اون باید که در همین جمهوری کار کنه مثال خیلی دکتری پر تجربه خوب از دستش یادش می اومدگی هیچ وقت احتیاج نمیکنند اونجا رفتن در مثال. از تحلیل و مشاهده ها برمیآید که مثل این طبیب جوان کم نیستند متخصصانی که عزم سفر به روسیه را دارند، اما اکثریت آنها با امید برگشت به وطن مهاجر می شوند. چونین نارسایی کادری در اکثر ناحیه‌ها به نظر می‌رسد.
агар дар беморхонаи марказии ноҳияи кушониён 2 табиби дигар лозим бошад, дар марказҳои саломатии деҳот 28 мутахассис намерасад. норасоиам дошта бошем, дар назди беморхона катсин ҷамоат кору фаъолият мекунад ва аз он ҷо табибоне ки лозим ҳаст даъват намуда корро пеш мебарем. айни ҳол беморхона ба духтури қалбшинос, эндокринолог, неонатолог, духтури зарона, сироятшинос ва ҳамин духтурон ниёзманд мебошад. طبق اطلاع رسمی حالا در ولایت ختلان 4150 نفر طبیب فعالیت میکند که از شماره عمومی آنها نارسایی کدری 23% را تشکیل میدهد. مسئولین وزارت تندرستی برای حل این مشکلات به ختم کنندگان دانشگاه ها تکیه دارند و با همین مقصد رهبریت آن با دانشجویان واخورده تصمیم دارند که در 2 سال من بعد مؤسسه های طبی دهات کشور را با متخصصان پرره تامین نمایند. مشکلات کادری نه در همه بخش‌ها هست، تنها در منطقه‌های دوردست کشور طبیبان عائلوی نمیرسند در حقیقت و مخصوصا برای برطرف کردن همین مشکلی این ملاقات‌ها انجام داده شدند. در همین زمینه از دانشجویان دعوت به عمل آوردند که همین کسب را یعنی طبیب عائلوی را انتخاب کنند و به محل زیست خود برگشته به خدمت خلق و مهن خود باشند. алишер пириев яке аз хатмкардагони донишгоҳи тиббии душанбе буда то охири соли 2020 интернатураро дар беморхонаи вилоятии шаҳри бохтар гузаронидааст. ҳарчанд ӯ имконияти кор дар ин дармонгоҳи калонро дошт, аммо алишер ба беморхонаи маҳалли зисташ омад. дар беморхонаи ҳамин ноҳияи кушони рақами 2 як духтур буд, духтури кӯдакона, ин падари ман буд. бинобар ҳамин сабаби бемории онҳо аз дунё гузаштанд ва ман хостам ки омада кори онҳоро дар ин ҷамоат чӣ кунам давом диҳам, аз сабабе ки дар инҷо бемор ки табиби кӯдакона набуд ва ман тӯли 2 сол мешавад ки ҳаминҷо омада ҳамчун духтури кӯдакона кор кардем. фароҳам овардани шароити хуби корӣ дар беморхонаҳои деҳотӣ ва баланд намудани музди моҳонаи табибонро ӯ яке аз омилҳои муҳими идомаи фаъолияташ дар ин муассиса меномад. بینندگان ارجمند، شما برنامه اطلاعاتی تحلیل نبض زندگی را تماشا کرده ایستادید و ما از موضوع مهاجرت و مهاجران و تاثیر آن به جامعه امروز سخن کرده ایستادیم. موافق معلومات ریاست خدمات مهاجرت در ولایت سوق تمام 5 ماه سال 2022 تنها طریق فرودگاه بین المللی خوجند 80450 نفر به مهاجرت مهنتی رفتند که از این شماره 71%شان را مردان و باقی 29%شان را زنها تشکیل می‌دهد. در منبر کارشناسی امروزی ما مرادوف دلاور ظهورویچ سرمتخصص شعبه مهاجرت مهنتی ریاست خدمات مهاجرت در ولایت سوق قرار دارند. خوش آمدید میگم شما. اون رقم هایی که گفته شد در بالا این نتیجه گویم 5 ماهی سال گویم آغاز سال 2022 و در مجموع وضع امروز چگونه است؟ مرحبا. خیلی که شما در بالا آمارهای 5 ماهی سال 2022 رو گفته، در طبق معلومات آماری و قانون جمهوری تاجیکستان درباره و حسابگیری شهروندان جمهوری تاجیکستان به خارج و بازگشت از آن طبق فرودگاه بخش خدمات مهاجرت در فرودگاه بین‌المللی خوجند دوام 6 ماهی سال 2022 از حساب ساکنان ولایت سوق 98142 نفر به فدراسیون روسیه یعنی به مهاجرت سفر کردند که از آنها 70741 نفر مرد و 27401 نفر آنها را زنان تشکیل می‌دهند. شماری زنان مهاجر امسال نسبت به سالهای پیشین زیاد است یا کم؟ شماری زنهای مهاجر نسبت سال پیشین زیاد است. نسبت سال پیشین 8594 نفر زنها نسبت سال 2021 زیاد شدند. رفت مهاجران نسبت سال گذشته کمتر بود برای اینکه نرخ چیپته ها گران بود و دیگر با راه سرحدها میرفتگی یعنی شهروندان ما هم نسبتا کمتر به حساب گرفته میشه و نسبت سال گذشته هم رفت مهاجران هم مردان و عموما رفت مهاجرت به نسبت سال گذشته زیادتر است. اگر در مجموع گوییم که مثلا موضوع آماری که شما گفتید این تنها گوییم هنگامی گذشتن از فرودگاه بین‌المللی خوجند. بله. در مجموع عموما از ولایت امروز مثلا شماری مهاجران مثلا اگر 6 ماهی سال 2022 گوییم چگونه است که چی زمینی چی هوایی من باز در نظر است که اگر مثلا در صورتی برای ماندنی مثلا گوییم قطاره گوییم مسافرکش اینا مثلا البته تاثیرگذار خواهد بود.
امور چی میگوید؟ نسبتی این اموری که عموما از ولایت سوخت چقدر شهروندان یا مهاجران مهنتی به خارج کشور سفر می‌نمایند این حاضر تنها بخش خدمات مهاجرت در فرودگاه بین المللی شهر خوجند یا ایستگاه روحان هم بخش خدمات داریم و دیگر سوبیکت‌های خارجی داره سال‌های پیشینه این فعالیت شروع می‌کردن که سفربر کنی مهاجران یا با کار تامین کنی مهاجران رو من فعالیت آنها برآورده شده بود طبق اجازه‌نامه خدمات مهاجرتی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان متأسفانه تا امروز این سوبیکت‌ها یعنی با کار شروع نمودن یک سوبیکتی که امروز فعالیت رو از ماه می همین سال جاری آغاز نمود این شرکتی آزیان اکسپرس که هر ماه من معلوماتی که با موعدی رفت یعنی سفربر کنی شهروندان جمهوری تاجیکستان با خارج ما به فدراسیون روسیه رو پیشنهاد میکند و از ماه همین آگوستی سال جاری همین سوبیکت‌های سفربر کننده علاقه یعنی حسابات خود رو حسابات سفربر کنی شهروندان جمهوری تاجیکستان را با ریاست خدمات مهاجرتی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد میکنند و اون شهروندانی که از گذرگاه‌های نزدیک سرحدی حدودی ولایت طریق دیگر دولت‌ها از جمهوری ازبکستان با دیگر جا سفر میکنند در آخر سال از با طریق رسمی و طریق کاری از جانب ریاست قشون‌های سرحدی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت پیشنهاد میگیره و به این امور در جمهوری تاجیکستان به طور مشخص به حساب گرفته میشه و علاقه در اونجا از حساب کدام ولایت و کدام شهر و ناحیه‌های عمومی جمهوری به حساب گرفته پیشنهاد کرده میشه. تشکر. من اگر در بالا اشاره رفت که امروز روند مهاجرت یک گویم معمولی است. مثلا ما در آغاز هم گفتم که مثلا از این حالت نباید ما یک بانگی استراب اندازیم گویم که یک چیزی معمولی است چون مثلا اگر ما به فدراسیون رسیم مثلا مردمش میرن به کشورهای اروپا برای گویم دریافت مبلغ یا مثلا جای کار یعنی اما مثلا اونجا چی اشاره که رفت هم در گزارش ها در موردی کوچ بستنی متخصصان یا رفتن متخصصان معلوم است که مثلا عامل اساسی نگهدارنده متخصص در وطن این شرایط و معاش شایسته تواند که مثلا خودش اولی خودش مثلا یک معاش شایسته رو گیرد و در وطن بسیار میخواست که مثلا جای کاری بوده کار کند اما چون شرایط رو نیافت میخواهد که از بیرون پیدا کند میرود به مهاجرت مهنتی انا همین کوچش متخصصان یا رفتن متخصصان یا نرسیدن متخصصان در مؤسسه های هم تندرستی هم گوییم ساحه معارف شما را همچون یک نفر گوییم متخصص همین ساحه کارمند همین ساحه به تشخیص می‌آورد شما نیز مثلا اندیشه میکنید؟ البته این چیز همه کارمندان عموما قشر جامعه که امروز در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنن به تشویش می‌آورد و روند مهاجرت البته این انفرادی است چخیلی که من از گفتم طبق قانون‌های عمل کننده جمهوری که طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره در یک سال دو مراتب گذرانده میشه پرسشی در بدر یا حوالی به حوالی یعنی شهروندان جمهوری تاجیکستان که چقدر در مهاجرت مهنتی قرار دارن و در مرحله اول این پرسش گذرانده شد و طبق این پرسش علاقه در حدود فدراسیون عموما در خارجه از حساب ساکنان ولایت سوخت 222,000 نفر در خارج کشور قرار دارند از جمله در دیگر شهرهای در جمهوری‌های قزاقستان، قرقیزستان، در کمتر در اوکراین و دیگر دولت‌های شرق دور و دیگر دولت‌های اروپا این هم یک امور خیلی پست است. و خیلی که بر سوال شما عموما متخصصان ساحه‌های معارف و مهاجرت مهنتی میروند خیلی که خودتون در بالا قید کردید البته نرسیدنی یا که کم بودنی معاش یا که یعنی نیافتنی معاشی کافی یا که در ساحه‌های معارف تندرستی و خیلی که همه شما میدونید و خودتون هم در بالا قید کردید که در دولت عموما در دولت روسیه متخصصان ساحه معارف البته در ساحه خود کار و فعالیت نمی‌کنند در فدراسیون و از همین متخصصان ساحه تندرستی که در فدراسیون روسیه عموما در دیگر دولت‌ها یعنی با مهاجرت مهنتی رفتن از اینها بسیار فایده خیلی کمش در ساحه خودی تندرستی کار میکنند خیلی که از روی سال 2021 از در مجلس پروتکلی نزد معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان ما وظیفه دار شده بودیم که یعنی امور همین متخصصان ساحه تندرستی و معارف را به حساب گرفته باشیم از در عموم بسیار همشیره‌های شوقت و دکترایی که درجه عالی نه همشیره‌های شوقت به مهاجرت مهنتی رفتن و آنها طبق تحلیل هایی که ما در دوام سال 2021 به حساب گرفتیم و آمارها نشان داد که
متخصصان ساحه همشیرهای شفقت بسیار در جاهای ساحه اجتماعی که خدمت رسانی کار و فعالیت میکنن در ساحه خودی تندرستی نیست البته همه آنها مهاجر مهنتی حساب میشن و این البته رفتنی هر یک متخصص ساحه وابسته از معارف تندرستی یا که خدمتچی دولتی در خدمت دولتی هم بسیار متخصصان ساحه خدمت دولتی و دیگر ساحه با مهاجرت مهنتی سفر بکنن و نسبتی پرسشی که در سال 2021 بود در سال 2022 نسبتاً یعنی 50% که ما با حساب گرفتگی بودیم البته در وطن قرار دارن و مهاجرتی ساحه متخصصان ساحه معارف یعنی موسمی بود و امسال البته متخصصان من باوری دارم که در جمهوری تاجیکستان البته در ساحه خود کار و فعالیت نموده شدن. بله تشکر. ما در برابر دستاورد از مشکلات نیز سخن کردیم. و اندیشه شما کدام کار رو اجرایش کدام کار رو در شرایط امروز در برای بهتر کردن یعنی همین روند مهاجرت شما در شرط اول میگذاشتید؟ برای بهتر کردن شرط اولی ما نمیگی برای بهتر کردن روند مهاجرت خوب میشد در جمهوری تاجیکستان نیز با مانند دیگر جمهوری‌ها یعنی به حسابگیری یعنی رفت آمدی مهاجران به طور اتوماتیکی به حساب گرفته شود. یعنی برای این یگان چی گوییم یگان مخصوص یگان کاری انجام دادن؟ من پیشنهادها بود با وزارت مهنه و با حکومت جمهوری تاجیکستان برای پیشنهاد اینا که به طور دیگر مثال در دیگر حوزه ما به طور یعنی پر کردن کارت مهاجرت به طور دستی است و همین میشد که همین کارت مهاجرت به مانند دیگر دولت‌ها مانند رئیس فدراسیون روسیه به طور یعنی اتوماتیک یعنی پر کرده شود و در بعضی همین بعضی یگانه مخزن یگانه همین جوگیر کرده شود و هر یک رفت آمدی مهاجر الکی که رفت آمدی اون الکی در بعض معلوم می شود و این بسیار یک برای روند و امور درستی مهاجرت مهنتی تاثیر خود را میرسونه و با ما هم خیلی مشکلاتی ما آسان‌تر میشه. بله تشکر راستی سبب چنین گویم یک مخزن یگانه من مثال یک عادی را میرم یک نفر تا فرصتی وارد شدنش به فدراسیون روسیه در انمان کارت مهاجرتی نوشته است که مقصد او سفر است چون در آنجا میخواست که کار کند برای او اجازه کار کردن ندادن زیرا وقتی او خود را به قید گرفت گفت که او برای سفر آمده است. برای اشتراکتان به شما تشکر میگم و فکر میکنم که این صحبت ما این پاسخهای شما برای بیننده های ما از منفعت خالی نبود. تشکر میگم. سلام باشید. بیننده های ارجمند سبب های اساسی کوچش و مهاجرت مهنتی متخصصان این کم بودن اندازه معاش است. با معاش آموزگاری که نو دانشگاه را ختم کرده و مکتب رفته است متخصص جوان نمیتواند مثل دیگر دوستانش که در مهاجرت مهنتی اند و مبلغ خوب برای والدانشان میفرستانند شایسته زندگی نماید. با همین منوال از 2 تا 5 سال فعالیت میکند و میرود به مهاجرت مهنتی چون در گزارش های بالای اشاره رفت این حالت را کارمندان ساحه طب نیز دارند. مسئولان در این موضوع البته بیکار ننشستند و البته تدبیر اندیشیده ایستادند. برای متخصصان جوان ساختن شرایط کاری و منزل یک قدم جدی در حل این مسئله می باشد. این برنامه اطلاعاتی تحلیل نبض زندگی بود. خیر خون آباد و سربلند و کامیاب باشد. омодагӣ ба мактаб чӣ миқдор маблағ лозим то кӯдак ба соли нави хониш тайёр шавад? буҷети волидайн дар моҳи август кадом қисмати хароҷоти худро кам карда чӣ хел ҳолатро ба танзим гирифт дар ҳоле ки оила 2 ё зиёда фарзанди мактабхон дорад? ин масъала мавзӯи навбатӣ барои набзи зиндагӣ аст.